ستاره‌شناسای امروزی دیدن که تو کمربند سیارکی بعد از نپتون یه چیزای غیرعادی تو مدارهاست که نشون میده یه جسم بزرگ اون دورا دور خورشید میچرخه. میگن احتمالاً یه سیاره اضافی تو منظومه شمسیه که خیلی بزرگه و مدار بزرگی هم داره. بعضیا بهش میگن سیاره 12، ناسا میگه سیاره 9، بعضیا هم میگن سیاره ایکس، ولی سومریا و آنوناکی‌ها بهش میگن نیبیرو. هنوز پیداش نکردن ولی رد پاش موجوده. طبق متون سومری نیبیرو هر 3600 سال زمینی یه دور کامل دور خورشید میچرخه. این نیبیرو همون سیاره آلوده آنوناکیاست. ما انسان‌های خردمند 300,000 ساله هستیم، یعنی یه عالمه وقت داشتیم تا پیشرفت کنیم. ولی سوال اینجاست که پس داخل 293,000 سال اول چی کار می‌کردیم؟ برای هزاران سال پیشرفت انسان لاک پشتی بود، ولی تو 7,000 سال آخر یهو مثل موشک رفتیم بالا. چرا انقدر طول کشید تا یهو انقدر پیشرفت کنیم؟ علم هنوز نمیتونه این جهش عجیب و کامل توضیح بده، ولی یک نظریه جالب از نوشته سومریا میگه که شاید داستان تکامل ما اونقدر هم ساده نباشه. دانشمندان میگن یک نوع میمون رو دو تا پاش وایساد و این شد شروع نژاد اولیه انسان. برای میلیون ها سال اجداد ما زندگی ساده ای داشتن، فقط چند تا اختراع مثل آتش و ابزارهای اولیه داشتن. ولی یهو حدود 20,000 سال پیش یه اتفاق عجیب افتاد. پیشرفت بشر یک جهش عظیم کرد که توضیحش خیلی سخته. از زندگی ساده و بقا یهو رسیدیم به ساختن بناهای عظیم و فقط تو 12,000 سال فضاپیما فرستادیم به فضا. انگار یک دانش و تکنولوژی عجیب و غریب یهو بهمون داده شد. تو مرکز این معما یک اسم عجیبیه، آنوناکی. آنوناکی‌ها کی بودن؟ چیکار کردن و آیا ممکنه که یه روزی برگردن؟ خیلی قبلتر از اهرام مصر سومریا چیزای خفنی به دنیا دادن. خط و الفبا، چرخ، قایق بادبانی و سیستم‌های آبیاری که کشاورزی رو زیر و رو کرد. شهرهاشون نه تنها بزرگ بودن بلکه با یک قانون به اسم اورناما، یعنی اولین قانون‌های نوشته شده، مدیریت می‌شدن. دانش نجومشون بسیار پیشرفته بود. سیستم 12 تایی مثل ماه‌های سال و 60 تایی که هنوز برای دقیقه و ثانیه استفاده می‌کنیم از اونجا اومده. حالا 7,000 سال از اون دوران گذشته و ما داریم موشک می‌فرستیم فضا و اسرار کیهان رو کشف می‌کنیم. ولی یه جای کار میلنگه و عجیبه. داخل متون سومری نوشته شده که مردم قبل از این پیشرفت‌های بزرگ هزاران سال داخل معادن کار میکردن. اونا دنبال طلا بودن، کلی طلا، ولی اون موقع طلا برای بشر ارزشی نداشته، اما برای یک تمدن دیگه خیلی مهم بود. برای آدمای قدیم طلا فقط یک فلز براق و خوشگل بود. پس چرا انقدر زحمت میکشیدن که از معدن استخراجش کنن؟ نوشته‌های سومری میگن این کار به خاطر آنوناکیا بود. به قول سومریا آنوناکیا خدایانی بودن که از آسمون اومدن و مردم رو وادار کردن براشون طلا در بیارن. یک پژوهشگر متون سومری میگه آنوناکیا خدا نبودن بلکه یک نژاد از یه سیاره دیگه بودن. اونا به طلا نیاز داشتن تا سیاره‌شون که آلوده شده بود نجات بدن. از طلا برای تصفیه هوا و آبشون استفاده میکردن، ولی تو سیاره‌شون طلا کم، برای همین به زمین اومدن و شروع به استخراجش کردن. اولش مردم فکر میکردن اینا خدا هستن چون تکنولوژی عجیبی داشتن، ولی آنوناکی‌ها بهشون محل نمیذاشتن چون کارگرای حرفه‌ای خودشونو برای معدن داشتن. طبق لوحایی پیدا شده اونا 3-4 متر قدشون بوده، جمجمه‌هایی کشیده و سرشون بزرگتر از ما بوده. خیلی از فرهنگ‌های باستانی داخل دنیا جمجمه‌هاشونو کشیده میکردن تا شبیه خدایان بشن. آنوناکی‌ها شبیه آدما بودن ولی با لباسای خیلی شیک و پرزرق و برق. پوست و چشمشون روشن بود، به خودشون میگفتن آنوناکی به اسم پادشاهشون به نام آنو 2 تا پسر داشت، انکی و انلیل، که فرستاده بودشون رو زمین تا کار استخراج طلا رو مدیریت کنن. وقتی مستعمرهشون رو زمین راه افتاد و استخراج طلا شروع شد یه مشکل بزرگ پیش اومد. اونا به طلای بیشتری نیاز داشتن، اونم سریع. کارگراشون نمیتونستن پا به پای نیازشون کار کنن. اینجا بود که نگاهشون افتاد به آدمای بومی روی زمین. انسان نماها یعنی اجداد اولیه ما یکم بلد بودن با ابزار کار کنن و غریزه بقا داشتن، ولی نه به اندازه کافی باهوش بودن و نه قدرت بدنی برای کار سخت داخل معدن داشتن. اینکه یکی از رهبران آنوناکی یک ایده عجیب داد، یک موجود هیبریدی درست کنن. با ترکیب دی ان ای آنوناکی ها با انسان های اولیه میتونستن یه گونه جدید بسازن، باهوشتر، قوی‌تر و از همه مهمتر قابل کنترل تر. ولی این کار آسون نبود. آزمایش های اولیه افتضاح بود. موجودات عجیب غریب و ترسناکی درست شدن که انگار همون داخل اسطوره ها شدن هیولاها، غول‌های تکچش و غول‌های ناقص الخلقه و چیزهای دیگه. میگن اینا به دردشون نخوردن و یا نابودشون کردن یا ولشون. آنوناکی ها که ناامید شده بودن تصمیم
گرفتن از یک زن خودشون به عنوان رحم اجاره‌ای استفاده کنن و یک تخمک مهندسی شده داخلش بکارن. این بار موفق شدن. بچه‌ای به دنیا اومد که اسمش آدامو بود. خیلی‌ها میگن این همون آدم داخل بایبله. این موجود جدید یک موفقیت بزرگ بود. داخل متون سومری و بابلی نوشته شده که اونا آدما رو به تصویر خودشون خلق کردن. این حرف خیلی شبیه داستان‌های مذهبی داخل کل دنیاست که از بابل گرفته تا اسطوره‌های خلقت میتونیم پیدا بکنیم. این شباهت‌ها اتفاقی نیست. آدامو و کسایی که بعدش اومدن فرستاده شدن داخل معادن تا نقشه آنوناکی‌ها رو اجرا کنن. ولی این فقط یه راه حل ساده نبود. شروع یک رابطه‌ای پیچیده بین ما آدما و خالقمون بود. رابطه‌ای که هنوزم پر از رمز و رازه. یهو همه چیز عوض شد. آدما نه فقط از نظر ذهنی بلکه از نظر ظاهری هم از میمون‌هایی که تو غار زندگی می‌کردن خیلی متفاوت بودن. این جهش یهویی تو تکاملمون خیلی عجیبه، چون داخل طبیعت همه چیز آروم پیش میره. یک نکته دیگه هم هست. داخل کتاب انسان‌ها از زمین نیستن نوشته که ما آدما خیلی با شرایط زمین جور در نمیایم. برخلاف حیوونا. نویسنده میپرسه که چرا خز بدنمون رو از دست دادیم. خز از ما در برابر اشعه‌های مضر خورشید محافظت میکنه. بدون اون میسوزیم یا حتی بدتر. اجدادمون پر از خز بودن و دلیل خوبی هم داشته، ولی توی مدت کوتاه یهو عوض شدیم و شروع کردیم به سریعتر بچه‌دار شدن. آنوناکی‌ها به آدمای خلق شدهشون یاد دادن چطور خونه بسازن، کشاورزی کنن و فرهنگ داشته باشن، ولی فراموش نکردن که اونا رو بفرستن داخل معادن طلا. برای صدها سال آدما برای آنوناکی‌ها کار کردن و هر چی میگفتن گوش میکردن. به اندازه کافی باهوش بودن که معدن کاوی کنن، ولی نه اونقدر که بتونن مقاومت کنن. ولی یه جایی این عوض شد. آنوناکی‌ها شروع کردن به مخفیانه با زنای انسانی رابطه داشتن و از این رابطه آدمای پیشرفته‌تری به دنیا آمدن که خودآگاهی و احساسات امروزی داشتن. چند نسل گذشت و این آدمای جدید غالب شدن. باهوش‌تر بودن ولی خشن‌تر هم بودن. خیلی زیاد شدن و شروع کردن به دردسر درست کردن. اینکه برای کم کردن تعدادشون چند تا بلایای طبیعی ایجاد کرد. خشکسالی، بیماری، حشرات. همون چیزایی که داخل بابل بهش میگن مجازات. ولی یه جایی بیشتر آدما رو از شهر بیرون کردن و اینجوری اجداد ما داخل کل سیاره پخش شدن. وقتی آدما با دانشی که از آنوناکی‌ها بهشون دادن شروع به ساختن شهر کردن، یک نور جدید داخل آسمون پیدا شد. آدما ازش شگفت زده شدن، ولی آنوناکی‌ها فهمیدن این نیبیروه، سیاره خودشون که داره داخل مدار طولانیش به زمین نزدیک میشه. اونا طلایی که لازم داشتن رو جمع کرده بودن و آماده رفتن شدن. میدونستن اومدن نیبیرو قرار زمین رو به هم بریزه، ولی آدما رو ول کردن به حال خودش. وقتی رفتن همه چیز به هم ریخت. زمین لرزه، آتشفشان و سونامی زمین رو نابود کرد. جاذبه نیبیرو باعث شد اقیانوس‌ها متورم بشن و یک سیل عظیم کل زمین رو بگیره. خیلی‌ها میگن این همون طوفان بزرگ داخل داستان‌هاست، مثل همونی که داخل بایبله. ولی همه آنوناکی‌ها راضی نبودن که آدم‌ها نابود بشن. بعضیا کمک کردن و به یک نفر به اسم اوتنپیشتیم گفتن یک کشتی بساز و بذرها، حیوانات و خود زندگی رو نجات بده. این داستان داخل حماسه گیلگمش هم هست و خیلی قدیمی‌تر از داستان نوح داخل بایبله. انگار همه اینا یه خاطره مشترک از یه فاجعه بزرگن. وقتی آب خوابید آدم‌ها دوباره شروع کردن، ولی با اثراتی که آنوناکی‌ها روشون گذاشته بودن. آیا آنوناکی‌ها واقعا رفتن یا هنوز دارن ما رو نگاه میکنن؟ این داستان هنوز پر از سواله که جوابشو نداریم. جالبه که چطور فرهنگ‌های مختلف داخل دنیا داستان‌های شبیه این طوفان دارن. تو اساطیر هندو ویشنو به شکل یک ماهی به مانو هشدار میده که سیل میاد. مانو یک کشتی میسازه و خانواده‌اش و بذر گیاها رو نجات میده. چینی‌ها از یه سیل بزرگ میگن که زمینو عوض میکنه. تو افسانه‌ها یه قهرمان به اسم نو با یه قایق با حیوانات از سیل فرار میکنه. تو اساطیر یونانی زئوس سیل میفرسته تا آدما رو نابود کنه، ولی دوکالیون و پیرا توی کشتی زنده میمونن و تمدن رو از نو میسازن. این شباهت‌ها دیوونه کننده است. تو هر داستان خدایا میان آدما رو خلق میکنن، با سیل نابودشون میکنن و بازمانده‌های اونا رو راهنمایی میکنن برای یک شروع جدید. اینا نمیتونه فقط یک تصادف باشه. بعد از اون سیل بزرگ بشریت انگار ریستارت شد. دانش و پیشرفت‌های قبلی تو اون ویرانی گم شدن. تمدن از صفر شروع شد. آنوناکی‌ها مخصوصا انلیل و اینکی دیدن آدما چقدر مقاومن و تصمیم گرفتن دوباره کمک کنن. ریاضی، مهندسی، فرهنگ و علم رو بهشون یاد دادن و یه میراث بزرگ به جا گذاشتن قبل از اینکه زمین رو ترک کنن. طبق محاسبات سومریا نیبیرو قرار سال 2900 دوباره به زمین نزدیک بشه. تا اون موقع شاید اونقدر پیشرفت کرده باشیم که بتونیم وجودشون رو تایید کنیم. سوالمون اینه، آنوناکی‌ها برمیگردن؟ دوست داریم نظراتتون رو تو کامنت ها بخونین. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنین و تو کانال سابسکرایب بشین. ذهنتون رو باز نگه دارین تا دیدار بعدی. آدریان هستم از کانال آدرین _ 444.